سلام آقا، اسم سیدعلی رو از این به بعد میخوام بذارم ابوالامراض. بدبخت فلک زده کلکسیون درد و مصیبته. عراق و سوریه و اتمی کم بود، حالا آبل مرغون اوکراین گرفته. این وسط دامپزشکای نظامم هرچی زور میزنن فقط درد و تشریح میکنن، خبری از درمون نیست. یکیش این یارو از مجلس بهوش. اگر تصویر یا تصور مذاکره کنندگان این است که سرنوشت کشور رو گره بزنیم به این مذاکرات، این 100% اشتباه است. 100% اشتباه است، برای که ما باز تکرار میکنم با دشمن داریم مذاکره میکنیم. ببینید اتفاقاتی که چند روز گذشته در اوکراین افتاد، 2 هفته طول نکشید با تظاهرات خیابانی دولت رو تغییر دادن. من کار ندارم این دولت خوبه یا دولت قبلیشون خوبه، اما این که یک رئیس جمهور منتخب رو مثل اون چه که در مصر اتفاق افتاد با تظاهرات خیابانی تغییر بدیم، این همون چیزی بود که ما روش مقاومت کردیم و اجازه ندادیم در این کشور در فتنه اتفاق بیفته. عجب مقاومتی کردید که بعد از 4 سال هنوز که هنوزه تا اسم اون داستان میاد همتون با هم کهیر میزنید. گذشته از این حرفا، راستی چرا دم به مذاکرات و به گیس اوکراین گره میزنی؟ قضیه چیه؟ من با جسارت و عذرخواهی میگم ما امریکا رو دشمن جدی میدونیم. فکر میکنم بعضی از مذاکره کننده های ما اونقدر این رو دشمن رو جدی نمیگیرن. نه، ما اونا رو دشمن میدونیم. ببینید این مسئله‌ای که من در مورد اوکراین عرض کردم مسئله مهمی است. باز که گره قاطری زدی که این یاسینا رو تو گوش کدوم خرداری میخونی؟ آخه بدبخت خودتم که ریشت گیر مذاکره است. سیدعلی هم قبل از این که دمی به خمره زهر بزنه باید این فکرها رو میکرد. الان دیگه کار از کار گذشته و نظام افتاده تو سرپایینی خسارت. همه صاحب نظران سیاسی و اصحاب رسانه‌ها فضای بحث و گفتگو را در جهت تحقق رونق تولید سوق دهند، مخصوصا برخی مسائل حاشیه‌ای و جدال‌ها بر سر آنها ذهن جامعه را از مسائل اساسی اقتصادی منصرف و بازار بگو مگو و سوء ظن را تدارک نکند که برای کشور جز خسارت فایده‌ای ندارد. آره دیگه، سوء ظنه، خسارته، دیم دارم دامه. همینجوری میشه که خرچنگ نظامم به خورناس کشی میفته و تب مالاریا میگیره. ممکنه بعضی ها بگن آزادی کجا رفته؟ سخن این است که در هیچ کجای دنیا آزادی به قید و شرط نیست و بعضی ها میگن خوب شما برید جواب بدید. این مثل این است که میکروب مالاریا رو کسانی بیان منتشر کنند بعدم بگن پزشکا بیان درمان کنند. میکروب مالاریا کجا بود؟ این یکی که به جون ولایت افتاده قانقاریاست. نمیبینی چی جوری خفتشو چسبیده داره خفش میکنه؟ بعد یه ویژگی دیگه هم این مرض داره که میکشه به اعصاب و باعث میشه یه چنین زگیلایی از چشم و چال ولایت بزنه بیرون. نگاه کنید. یارو زرزری فکر میکنه با این ادا و اطفارا میتونه سر و ته قضیه رو هم بیاره و قانقاریای ولی فقیه رو درمان کنه. نه ترشک، کور خوندی. شغال هر لباسی هم تنش کنی و عطر و کلم بزنی بهش باز شغاله. خرپم شدی توفاله، پس برو حالا تو زباله. ما تو مشکلی داری، تو با این فیست میری قوم عجب دلی داری، میشینی یا پی میکنی گریه زاری، شبا هم نمیخوابی تا سری داری، تو سخنگو و سهر زری داری، هرچی از راه میرسه بهت میگه دری بری. سیدعلی تو مبتلا شدی به یه بیماری که داری میمیری و دیگه آخر کاری. بگو آخه تو به چی چیت میناسی، دست آخرت شده داری میبازی. بدو
تو درازی حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هیچکی از ما نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هرچی ملا نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد عکس عظما رو نگاه کن زیر کفشای همه دوتا لنگاش رو هوا تو مایه زیر یه خمه هی میگه میرم میجنگم با یه لشکر یه تنه خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه والا دوده والا دمه شریعت مداریه بابا بیا حالا آخه بلا نشو بلا بگیرید گریگوری وای خدا نگاه اما مشو من میخوام بیام بازد دوست دارم تو بگی زمانشو اگه داری خفه میشی میری یکی بکشه هوا کشو تريد ان تصدر ولاية وای الفقيه خدا ببین زبونشو عظما میخواد چپ کنه واسه امامش تب کنه بره منقده امام اونجا رو مرتب کنه حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هیچکی عظما نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هرچی ملا نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد وقتی اونو توی راه بام میدیدیم یه چیزی گفت ما به ریشش خندیدیم حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هیچکی از ما نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هرچی ملا نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد شکار